سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. روز کریسمسه. من میزم آماده کردم، خوراکیام تقریبا همه آماده است. حالا بهتون یکی یکی نشوندم که چه چیزایی درست کردم و روی میز ناهار کریسمس چه چیزایی باید بذاریم، چه خوراکیایی هست. خب همه میدونن که بوقلمون غذای اصلی روز کریسمسه، اما از اونجایی که ما بوقلمون نمیخوریم من جایگزینش مرغ درست، هم میشه جایگزینش گوشت بره درست کرد و هم میشه مرغ درست کرد که من مرغ رو انتخاب کردم. یه مرغ شکمپر رو گذاشتم توی فر آروم آروم بپزه. در کنارش هم خوراکی‌های دیگه داریم که اونا هم یکی یکی بهتون نشون میدم. سس کرنبری که بیایم با هم بریم درستش کنیم. اول از همه میخوام سس کرنبری رو درست کنم، بخاطر که این سس رو میشه توی یخچال تا 1 ماه هم نگه داشت و هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. بعد همون روزی که میخواین با غذاتون سروش کنید درش بیارین. اگه دوست داشتید که گرم باشه کنار غذا میتونین گرمش کنید 1 مقدار و بعد کنار غذاتون سروش کنید. کنار مرغ حتی ماهی هم خوشمزه میشه. کرنبری تازه احتیاج داریم که حدود 300 گرم. یه دونه سیب میخوایم که باید رندش کنیم، پوستش هم میگیریم. یه دونه پرتقال هم احتیاج داریم که هم زست پرتقال رو میخوایم همین که آبش رو میخوایم، یعنی یه دونه پرتقال کامل آبش رو میخوایم. 1 پیمانه شکر احتیاج داریم. رزماری تازه احتیاج داریم. چوب دارچین. از این انیسا هم احتیاج داریم چون خیلی خوشبوه. اگر از این انیسا نداشتیم میتونید به جاش 4 تا دونه میخک اضافه کنید، ولی بعدا ما چوب دارچین و این انیس و این رزماری رو از سسمون جدا میکنیم. شراب و حدودا 1/4 پیمانه شراب احتیاج داریم. بهتره از شرابی استفاده کنیم که یک مقدار شیرین تر، یعنی قوی تر و شیرین تر. حالا من نداشتم از همین شرابی که توی خونه دارم میخوام استفاده کنم. میتونید نه حذفش کنید، اگر که الکل نمیخورید میتونید شراب رو حذف کنید. اگه خواستید که مثلا یه قسمتایی آب بشه اینطوری یکم مایتابتون رو تکون بدید. به هیچ عنوان از هیچ قاشقی استفاده نکنید برای هم زدنش. و زست پرتقال. اجازه بدین حدوداً 40 دقیقه با حرارت ملایم سستون غلیظ بشه و کرنبری کاملا پخته بشه. حالت ژله‌ای پیدا میکنه سستون. من نمیخوام خیلی سسم غلیظ بشه، یعنی برای من اینقدر کافیه، چون که بعدا هم میخوام سروش کنم. حتما چوب دارچین و رزماری رو ازش خارج کنید و اون انیسای ستاره‌ای. من یک کمی آب لیموی تازه بهش اضافه میکنم برای اینکه اون طعم ترشیش بیشتر شه. این قسمتش دیگه دل بخواه شما میتونید اضافه کنید، میتونید حذفش کنید. اما بهتون بگم به خاطر زست پرتقالی که داره و شراب و خود کرنبری یه طعمزه تلخ هم داره این سس. یعنی درست نکنید فکر کنید که کار شما یا مثلا کرنبری شما یه مشکلی داشته که اینجوری تلخ شده. نه، این خودش این سس یه طعمزه تلخی داره. دوربین آوردم جلو که بافتش رو بهتون نشون بدم. مثل مربا ژله‌ای، کاملا ژله‌ای. من میخوام مرغ شکمپر درست کنم، یعنی غذایی که میخوام سرو کنم مرغ شکمپره، ولی فردا باید موادش رو در اصل بزنم چون که امروز مرغ رو خریدم دیگه توی فریزر نمیذارمش. همینجوری مرغامو شستم، تمیز کردم، توی شکمش و همه کاراشو کردم. گذاشتم توی این کیسه های زیپلا. یه دونه پیاز و فلفل دلمه و
برش های لیمو و چند حبه سیر که خوردش کردم. حالا توی هر کیسه و حتی توی شکم مرغم پیاز و لیمو هم میذارم، دورورش هم حتی همینطور که این وقتی توی یخچاله همین که بو نگیره و اینکه حالا مثلا این موادم باشه یه ذره مزه‌دار بشه تا فردا. رزماری میذارم توی هر کیسه. این مواد قابل تغییره دیگه، شما میتونید تغییرش بدید. من برگ بوی تازه دارم که میذارم. یه مقداری زعفرون میریزم. زعفرون میتونید نریزید، اصلا مهم نیست، بعدا میتونید بریزید. ولی حالا من الان یه کوچولو چون آماده داشتم ریختم. بعد سرکه سفید، حدود مثلا نصف پیمانه سرکه سفیدم میریزم. این سرکه عجیب بوی مرغ از بین میبره. بعد این مرغ که در آوردم دیگه نیازی به شستن نداره. اینو کیپ میکنم و اینجوری میذارمش توی یخچال تا فردا که درش بیارم و بخوام مثلا مرینت اصل کارش رو انجام بدم و شکم مرغم رو پر کنم که بره توی فر. میخوام الان یه مخلوط درست کنم برای توی شکم مرغ. اینجا اینی که میبینین پوره آلوه. من همیشه پوره آلو رو درست میکنم، یعنی آلو رو میذارم میجوشه، نرم که شد میریزم توی این قالبای یخ، میذارم توی فریزر. بعد هر موقع که بخوام اینطوری درش میارم میذارم آب بشه و ازش استفاده میکنم. هم برای توی فسنجون از این آلو استفاده میکنم و هم برای مرغ خیلی خوب میشه. این نصف یه دونه سیبه که خوردش کردم، میریزم همینجوری با پوستم. به این سیب احتیاج داریم. سیب خیلی خوشمزه میشه توی شکم مرغ، یه طعم شیرین و ملس میشه. یه زردآلوه که من دارم میریزم و آلو، چند تا دونم آلو و این گردوهایی که یه کمی خوردشون کردم. یه مشتم گردو احتیاج دارم. همیشه پیاز داغ هم میریزم ولی واقعیتش الان پیاز داغ نمیخوام اضافه کنم دیگه. به نظرم خیلی تأثیری نداره پیاز داغ توی این مواد. این موادم نیازی به پختن نداره، همینجوری میره توی شکم مرغ و عالی میشه. یعنی با تضمین من درست کنید لذت ببرید. اینجا ترکیب نعنای خشک، ترخون خشک، مرزه خشک دارم که حالا از هر کدوم یه ذره بود دیگه، یه کمی بهش اضافه میکنم. حالا به این رب انارم اضافه میشه. نه میتونید نگه دارید توی یخچال، بعد هر موقع که خواستید مرغتون رو بذارید توی فر، اینو بذارید توی شکمش رو بذارینش توی فر. نگه داریش هیچ مشکلی نداره تا یکی دو روز.
این مرغمونه که شکمش رو پر کردیم، زیرش هم سبزیجات گذاشتم، بعد روش رو میپوشونم میذارمش توی فر. اینا هم پودینگه که من آماده خریدم. این پودینگ های آماده. این طرف هم که بروکسلامون آماده است.